بله. استاد یک سوال بود، یک برادر سوال کرد. ما دانشجو هستیم در این روسیه. گفت که ما وقت هنگام اپراسیا در ماه رمضان مقصد وقت اپراسیا میداریم، اما پاцієنتی میبیان پان لباساشون هم میکشن. آیا در این حالت ما چیکار کنیم که برای روزامون کراهیت پیدا نکنه؟ شما طبیب هستید؟ دانشجو. خیلی به هر حال احتیاط کنید. صحابه های کرام در مسجد می نشستند در رمضان که نحفظ صیامنا، اگر یگان کوچه برویم غیبت میکنیم یگان کاری خطا نکنیم گفته چی میکردین؟ مقصد در مسجد می نشستین و میگفتین که روزه ما رو حفظ میکنیم. به هر حال بینید اگر همین خیلی کارا باشد و به روزتون ضرر میکرده باشد میتونید یک ماه اجازت گیرید، رخصتی گیرید. بله. یک سوال واقعا چنین است. ما در جاهای ما نیز در اروپا و مردم همه همین گونه میکنند. وقتی رمضان رو انتظار میشوند و یک سال پیشکی رخصتی رو به رمضان درست میکنند تا که در رمضان استراحت کنند. بله، مثلا در بسیار کشورهای حاضر من اروپا و دولت‌های ترقی کرده شما یعنی روزی استراحتتون شما انتخاب میکنید. پیش از من مثلا یک برادری تاجیک در آلمان به یک جا کارخانه میرد میگه که من یک شرط دارم روزی جمعه نمیبیام، یک دویمش 5 وقت نماز وقتش میخونم، دو همین شرطاش میمونم. میگه مالی همین شرط کدی به کار میگیرد. این چونین مثلا پیشکی میگوید که من ماه رمضان استراحت من در ماه ایول نمیگیرم، در ماه ایون نمیگیرم. یک ماه یک سال یک ماه اقلا آدم باید استراحت کند. خیلی که این آدم برای کار آفریده نشده است. یک ماه اقلا این کافی را 3 ماه دام میگیرد. باید یک ماه دام گیرید. مثلا خیلی همین اگر تونید رمضان گیرید، رمضان به شرط نگفته از شریعت که رمضان فقط دام گیر، لیکن مثلا خواهید که مثلا درجه عالی که یا عبادت کنید و روح و جسمتان یک استراحت کند، بسیار خوب است. ماه رمضان موسمی با برکه است. بله.